دارم آماده‌تون میکنم شما ریستارت رو آماده بشین. یک بمب اتمیه، یک انفجار مهیب فکریه، چون ساختار میدلیست رو عوض میکنم. یعنی اپوزیسیون ریستارت فلان گروه آلمان نیست. یه تست زده ایلان ماسک، تست زده توی آلمان راجع به یک اپوزیسیون، سانسورش شکونده همه جهان بلند شدن، شمشیر رو مستقیم کشیدن به مورد شهر. اپوزیسیون یه سال سانسور شکستشه، کل اون منطقه تکون میخوره. تجسم کن اقیانوس اطلس بچسبه به هند، اینجوریه. برنامه مخصوص شما ریستارتی هست.